بله فینال وزن 65 کیلو کشی جذاب و دیدنی. رحمان عموزاد دلاور کشورمون با باند آبی در ثانیه اول مبارزه با عملات پی در پی خودش میاد تا اینکه زیرگیری های ناب ایرانی رو به اجرا بذاره. یه لحظه هم خیز برمیداره برای پیچ کمرهای خودش میچسبه برای حریفم. کاملا مسئله رو میدونه و میدونه که باید عبدالمجید کدیوف کشی رسول اصحا اینجا یه مچ پا و میتونه که خاک کنه، خاک میکنه و موفق میشه 2 امتیاز بگیره. به دنبال سگک دوبل حالا میره برای بارانداز، به دنبال بارانداز هست، میره برای بارانداز به اجرا بذاره که 2 کشی رفتوشک خارج میشه. این تا بچسبه بو و میتونه پیچ کمراشو به اجرا بذاره. اینجا پاش توش خارج میشه. 1 امتیاز بدم به کشگیر ما، میتونن 1 امتیاز بدم. ببینید 1 امتیاز دادن یا نه. بله 1 امتیاز دادن. روی فکر رو به هم بزنه. باز هم رحمان دلاور تلاش میکنه یه زیر 2 خم از همونجا درختم میتونه خاک کنه و بیرون به توشک پرتابش میکنه. یه زیر جذاب و دیدنی کدیوف رو به بیرون پرتاب میکنه. این هم آقای مهدی